یو گایز چطورین بچه‌ها؟ سوان کریستیان هستم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو ایمپورت از رزیدنت ایول 3 ریمیک. خب بریم شروع کنیم. ما پارت قبلی اومدیم تا اینجا. من اینجا رو حواسم نبود، داشتم امتحانی میرفتم اینجا، رفتم جلو بازش کردم دیگه، خودش سیو شد و دیگه نتونستم برگردم برای عقب که دیگه برگردم عقب که شما دیگه اونجاشو ببینید. دیگه شما بزرگی خودتون ببخشید و ممنونم واسه حمایتاتون. حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره. خیلی عشقید. بریم ببینیم چه خبره. پر انرژی اومدیم و پارتون سعی میکنم کوتاه‌تر بکنم. حالا تو کامنت حتما بنویسید که کوتاه‌تر باشه، مثلا 40 دقیقه باشه، 30 دقیقه باشه، بین چند دقیقه تا چند دقیقه باشه که خسته کننده نباشه دیگه براتون. هر چی میخواین تو کامنت بنویسید. گیم بعدی که میخوایم براتون رکورد کنم و وقتشو بریم حتما بگید توی کامنت ها و دمتونم گرم. خیلی عشقید. بریم ببینیم این دفعه چه خبره. بریم ببینیم از نیمسیس چه خبره و همین دیگه. باز شد توی رزیدنت ایول 8 جوری بودش که لاک پیکمون از بین میرفت، ولی توی اینجا دیگه لاک پیکمون از بین نمیره و میمونید وقتی که اینا رو باز میکنیم. خیلی خوب و کاربردیه. بریم. من هنوز اینو نفهمیدم برای چیه واقعا. این من بنفشه کردم هستش، نمیدونم واقعا برای چیه. 12 تیر شاتگانم داریم و 45 تومن تیر کلت. این برای به چی در میخوره؟ چی اصلا کوین چیه به نه؟ مثلا تو کامنت اگه شما بازی کردین رو تو کامنت حتما بنویسید که چی رو حذف کنم الان. خب من برو باکسش کیفش خیلی کوچیکه، برای توی رزیدنت ایول 8 اونجا پر میشه، ولی اونجا خیلی بزرگتر بود. اولش خیلی بزرگتر بود، اینجا رو نمیدونم چرا چیز میشه خیلی کوچیکه. برای همین هر چی ما بخوایم ورداریم هی اون چیزی که لازم نداریم بعد بندازیم، یا هم اینکه بریم جای همون چیزه استورش کنیم که ما شاید مثلا بین راه به نظر میاد که بعد لازمش داریم، ولی خب بین راه مثلا میبینیم سر چیزی هستش میخوایم ورداریم نمیتونیم. دلمون هم نمیادش که اونو بندازیم، دلمون هم نمیادش که اونو ور نداریم مثلا این جدیده رو با دو بیاندازیم. تیر کلتا رو انداختیم، خیلی مهم نیست چون که گانمون تیرش بی نهایته و همین. خب اگه بازی دوبله فارسی هم میخواین حتما بگید که من بدونم الان، چون که من نمیتونم براتون الان ترجمه کنم این چی میگه. خب بگید دوبله فارسیشو مثلا بذار، اگه دوبله فارسی بازیو باشه که هر کدوم که خودتون راحت ترین تو کامنت حتما بگید. من بازی بعدی سعی میکنم کلا دوبله فارسی برم که بفهمیم کلا داستان چیه. الان مثلا اینا چی میگه خیلی الان کم متوجه میشم که الان مثلا وقتی با هم تو مکالمه هاشون خیلی کم متوجه میشم چی میگن. چیکار کنیم اینجا؟ برو بیرون ببینم. این چی؟ نگاه کنی باز نمیدونم الان کدومو بندازم.
چیکار کنم من؟ اینم که نمیشه انداختش اصلا. خب دونم دیگه پر کردیم، لازمونم میشد نکنه حتی حالا مثلا این نوتپداشون رو اون متنشون اینا رو مثلا رد میکنم، مثلا نمیخونم. به شادگان و بالاخره این تیر شادگان ها بدد. وای خدایا این چه بعدش واقعا. من برای شادگان کدومو بندازم؟ شادگان ولی واقعا نمیشه ولش کرد. من باز برم جای تا جای استور اینا خواهم استور کنم، خیلی طول میکشه. چیو بندازیم؟ الان هیچ کدوم از اینها، فقط یه دونه تیر شاتگان رو میتونیم بندازیم، یه دونه از همین نیدا رو میتونیم بندازیم، لاکپیک هم میتونیم بندازیم. لاکپیک رو نباید بندازیم، خب الان واقعا لازم میشه تا یکی رو دیگه پیدا کنیم، طول میکشه، بنورا باز لازم میشه. برای این رو بندازم. نیدر من به خاطرش تیرای کل انداختم دیگه، باز الان دلم نمیاد نیدر رو بندازم، دلم نمیاد شاد کنم و ندارم. بندازیم بره. به چه درد میخوره خب واقعا کوینه. خب کوینه رو که نمیشه انداخت، این نیده رو بندازیم دیگه. دست تو شاد کن. دو دوشم. چیو بندازیم؟ خب چیو بندازم؟ واقعا دارم دیوونه میشم. دو دوشم بودو. نه دیگه نمیتونیم واقعا این چی رو بندازیم. خب بنداز سگ خور. بودو بزنم لعنتی. وای این یه دونه جا بیشتر نمیخواست. من فکر کردم 2 تا جا میخواد. وای 17 تا تیر شاتگان انداختم. واقعا چه گول میزنه. خب ما اون گار دیگه‌مون همین گار که دستمونه 2 تا جا میخواد. خب من اونم الان اندازش تقریبا همونه، اون چرا یه دونه جا میخواد؟ نمیدونم واقعا آدم گول میزنن اینا. خب قطعا بین راه بعد همینو میخواستم خیلی نمیدونم زامبی هاشون چرا کج و کولن. خوبش آتونشون خوبه ولی 17 تا تیر انداختم، دارم حسرت میخورم. 17 تا زامبی هاشون خیلی کج و کوله واقعا. آدمای توی شهر هم تبدیل به زامبی شدن دیگه، حتما خود آدماشون کج و کوله بودن. خب الان کجا بریم؟ الان که این همینجا بودیم دیگه. الان نه اینجا که نبودیم، اون بالاش بودیم. بریم ببینیم اینو با همین برباد کنیم. برو خب این از تیر شاتگانا که جبران شد. الان باید به یه چیزی میخوایم برداریم، جا نداریم. دمت هم گرم. تیر شاتگان با جا نداریم.
خب من چی کار کنم واقعا؟ این تیر کلتا رو بندازیم، چون ما تیر کلتامون بی‌نهایت دیگه. اینو بندازم. چرا اصلا برداشتم تیر کلتا رو؟ تا بعدا مثلا لازم شد مثلا من برداشتم، همین پولا میموند. نیدم فعلا فکر نکنم لازمون بشه. این یکم راست داره. بده ای لعنت بهت بابا، اینقدر تیر خوردی نمردی؟ هنوزم نمرده. خب الان کجا بریم؟ شالا بعدا هم استریم میکنیم که مثلا من دیجی رو وسط بازی نفهمیدم، شما همونجا بهم بگیم مثلا این کارو بکن این کارو بکن، مثلا برو اینجا یا که کارم راحت تر میشه. اونم درستش میکنم. یه حمایت کنی همین اتفاق زودتر اتفاق میفته، این اتفاق زودتر اتفاق میفته. شما فقط حمایت کنید، دمتون گرم. اینو باز جای چی بذارم؟ کاش میشد مستقیم یوز کنیم، مثلا همین گلک الان ورم داریم، هر ورم داریم، کاش میشد همونجا مستقیم یوز کنیم، مثل رزیدنت ایویل 4. ایویل 4 خیلی واقعا با اینکه مال خیلی وقت پیشه، تقریبا 20 سال پیش، خیلی عالی بود. یعنی من از ریمیکش بیشتر دوستش داشتم. ریمیکش هم خیلی خوب بود ولی خب مثلا گرافیک مهم نیست، به نظرم جذابیت اون بازی مهمه و ویلچار واقعا محشر بود. هرچی من باید نمیشه چند بار 5-6 بار دیوار خدایا بکنین کنار ببینم. من 5-6 بار فکر میکنم تقریبا بازیش کردم بازی رو داخل PS2 و هنوزم که هنوز دوستم اگه شدش واکتروشو بریم. حتما تو کامنت رو بگین که اگه نظر خیلیاتون بود حتما اونم میرم بهش. شما این چیه؟ گفت صندوقه. همین شانسی همشون بزنیم دیگه. خب فعلا ببینیم چه خبره. بکن چیزایی میده که هیچ الان فعلا جا نداریم. یکی بزنیم ببینیم باز میشه. خب ولش کن بابا، بریم برگردیم. دوستان خیلیاتون الان فکر میکنین که من دارم داخل ایکس باکس بازی میکنم. خب چون که کنترل ایکس باکس دیگه، الان هر دکمه که تو بازی میبینی مثلا میگه بیو بزن ایو بزن اینا، فکر میکنین که الان مال ایکس باکسه، ولی اینجوری نیست. اینو هر کی تو کامنت حدس بزنه کامنتشو پین میکنم و یعنی خیلی باهوشه دیگه. اگه بگه چه جوریه اینجوری شده چی کار میکنه، خجالت بکش. ببین حالم به هم
نمیگه. وای 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 اصلا زومبیاش بی موقع میان در دیوار میزن سرت. نکن زامبیاش یه جوری که مثلا اون میگه الان ایو بزن، واقعا به نظرم هیچ کار نمیکنه. اون چون به هر حال میاد گردن تو میگیره و از جونت هم کم میکنه ما هر کار بکنیم. نمیدونم واقعا چه جوریه. فعلا ما جا نداریم، هیچی رو پذیرار نیستیم. بیا بیرون بیا بیرون بیا پایین سریع. واقعا از گرافیک بازی راضیم. کلن فهمیدم اون شلنگه که چیز کردیم مال کجا بود، مال همینجاه. بنداز شلنگه رو بندازیم به دورو. دمم هم گرم. شلنگه بس مال اینجا بود. الان آتیش ها دیدم یه دفعه یادم افتاد که شلنگی که مونده برداشتیم مال این بود. شلنگ بود چی بود؟ بادو داداشم بادو. یه سیبمون نشه، سیبمون هم میشه. استور که قطعا باید بکنیم. این استورم کنیم هیچ، چون لازم نمیشینیم استورم کنیم چون که شاتگان داریم دیگه. یکی استور کنم یه دون از اینا رو خیلی قیمت این چیز رو انبار دفعه چیه از اینا به نظرم استور کنم. اینم بره یه دونه که بیشتر رو لازم ندارم. اینم این نایف نباش، نایف باشه و استور. خب ببینیم تو چه خبره. بدن بله کلا من اصلا فیلمش وقتی میاد خیلی راضیم. فیلم خود بازی رو ببینم بیشتر از اینکه خودم دارم. یا بلفر چرا کشتش؟ کی بود این اصلا؟ کی بود این اصلا؟ No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. There's your sense of self-preservation. Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. خب توی شارکان قطعا برم داریم. نمونیم اطلاعات در مورد مردستیتون که ما که بخونیم چیکار کنیم اونقدر که نمیفهمیم الان. بله برو داداش. من چه مرضی دارم تو بازی ها، یکی اصلا افتاده مرده دوست دارم بهش تیر بزنم ببینم هنوز ازش خون میاد یا نه. اصلا دوست دارم به در دیوار همش تیر بزنم و واقعا این بازی رو بیشتر جذاب میکنه. ولی خب حوصله خودم سر میره وقتی این کار میکنم و این کار رو نکنم. ولی خب بازی رو داد جذاب‌تر میشه به نظرم اونجوری که تست کنم ببینم مثلا این مرده یا نه. کلا آدم عجیبیم، عجیب. برو برگردیم این لحظه.
چون که از اونجا که ما اومدیم دیگه. سگ چی میگه؟ سگا ما رو میگیرن؟ سگا چرا زامبی ها رو نمیپرن بالا برن زامبی ها رو بگیرن؟ سگا که دیگه زامبی نشدن. یا برفز برو ببینم بزن کاش رو تم نداشت. چه قشنگ زدم. اصلا لایک داره این کاری دوی صبح میکنه واقعا. چی کار میکنم من؟ وای نه شت لعنت بهت سگ. You are dead. چه کاری بود واقعا؟ اون سگه باید میمرد واقعا، چون افتاد من یه تیر بهش زدم افتاد سری باید یه تیر دیگه بهش همونجا میزدم سری نزدم بهش لطف کردم. از اون لطف من استفاده نکرد، اومد بهمون حمله کرد. این موقع اینجا جون بود ما ور نداشتیم. بازران این فیلم اینجا میاد و ردش میکنیم دیگه. این تیر شارگان اون موقع اینجا از اینجا برداشتم میدونم یادم نمیاد حضور ذهن ندارم. برو سری میخوام برم انتقام از اون سگه بگیرم سری. بیاین حالا نگاه کن قیبشون زده. بودو بیا جلو از اولی شده. خوب با یه تیر شاتگان سگو میتونیم بس بندازیم، ولی با یه تیر کلت نه فکر کنم 2 تا تیر میخوان، چون موقعی که من یه دونه تیر زدم نیافتادن یه افتادش باز پاس شد. شما چی میگی؟ کتک میخوای؟ کتک های داشت صبحانی. همین الان لایک کامنت سابسکرایبتون نره سرتون لایک کنید بریم ببینیم جلوتر چه خبره. لایک نکنی من جلوتر نمیرم. من میدونم الان تو لایک کردی یا نه. دمت گرم لایک کردی بس میریم جلوتر. اینو به نظرم یکم هم ترسناک هم ترسناک نیستن. بابا اینش خیلی بده. ترسناکه بابا ترسناکه واقعا. تو اون لحظه باشی یه دفعه از پشت داری جلوتو میزنی یه دفعه از میاد پشت میگیره. عجیبه. بکشن کنار ببینم مرتی که بده ببینم بده. گرین هرب هم که نداشتیم کمباین کنیم باش. سیو دیگه مونم نشه با دو ببینم سیومون میشه. همیشه هم سیومون میشه. بزن نه کیفم بزرگتر شد. بده از اینا بده که ما بتونیم این کیفمون بزرگتر بشه و بتونیم همه چی رو لوت کنیم دیگه. برو تو فقط جلوتو برو جلوتو نگاه کن. پشمون 2 تا گرین هرب کمباینمون میشه. چه کمباینی هم میشه. خب ما الان میتونیم با این کمباین کنیم. نه نمیشه دیگه، ولی ما این سعیمون میکنیم که بشه ولی نمیشه که بشه. خیلی خوبه لاکیکو که نمیره با یک بار. یا بالفز چه خبره؟ مثل ویلچاره اون قسمتش که اینا میومدن. یا بالفز چه خبره؟ حالم به هم خورد. برو ببینم تو چه خبره؟
چی شد؟ چه صفحه اینجوری؟ جونم که داشتیم تقریبا. جونمون قرمز نبود ولی الان رو صفحه اینجوریه که میبینیم. الان یه دفعه یقه ما رو نگیره. Oh my god. من میگم این باکس هم چیزی هست، یه چیزی هست، نمیدونم چجوریه. میفهمیش حالا وسط بازی میفهمیم. همینجا بی تأثیر که نیست دیگه. بزن تیر کل اصلا به دردمون نمیخوره. ما تیر نامحدود داریم، نامحدود. دشتوکان نامحدودش کرده. آها، از وقتی که اون مثلا میاد اونجوری میکنه و کسافت کاری میکنه، ما یک هرب بزنیم این بالا میاره، بعدش درست میشه. خب برو فهمیدیم. تجربه که به تجربیات قبلی دشتوکان اضافه میشه. بیا تجربه دیگه هم اضافه بشه ما از خدامون. بیا هیچ چیزی بی حکمت نیست توی این بازی. الان جا خالی دارید، من تیر زدم رفت عقب. نگاه کنیم من تازه جون زدم. این چه غلطی بود کردی تو بازن. نگاش کن ویروسه وارد. چجوریه ویروسه وارد بدن رو میشه وقتی این کار میکنه؟ بزن ولی خب ارزش نداره واقعا بزن الان، چون جونمون که نارنجیه. این الان میزنیم ارزش نداشت که بزنیم، چون که کمباینش کرده بودیم ارزش نداشت اونو بزنیم. اون دیگه وقتی که مثلا جونمون قرمز بشه اونو بعد میزنیم. چرا؟ آها بیا تو اینا اصلا ما نمیخونیم، اصلا برامون مهم نیست. بدو فقط بدو. بیا جلو. بمیر. اینا چیه؟ Here we go. آها یکی از 4. آها فکر کنم 4 تا از اینا هستش Come که ما باید بریم. نه یکی هم اونوره باید بزنیمشون. بدو داداشم سری برو ببینم. اینم از این. بدو ببینم. خب 2 از 4 نپری بمون. بدو داشتم بدو نه اینو کشیدیم اینو که رو دیگه. بیاد داداشم بیا اینجا. من کاری به اون ندارم، ما کاری بهشون نداریم. این واسه سومی ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. نیست. برو بالا سریع برو بالا. حالا اینجا برو پایین.
سومیش 3 از 4 و بریم چهارمی هم میکشیم ببینیم چی میشه، چه اتفاقی قرار بیفته. یا بلفظ اینا دو تا تیم میخورن مثل همون سگا میمیرن. نه 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 نپری، فقط نپری که دیگه جونمون نمیزنم. بزن میر چهارمی کجاست؟ آها این پشته. آها بریم بعد از اون پشت بریم فکر میکنم. یس بزن سریع بزن ببینیم چی میشه. نه نه بزن 4 رو بزن. 4 از 4. خب چی شد؟ چه اتفاقی داره میفته؟ خبر نداریم. یا بالفز یا برگردیم دیگه فکر میکنم یا نه ندیگه باید هم اینجا اتفاقی بیفته. ما 4 تا چیز کردیم اتفاقا نه. برو سریع. خب ما 4 تا چیز کردیم الان یه اتفاقی باید بیفته. چی به چی؟ نپری فقط نپری برو. یه تیر بهش انگاری به اون نزدیک زدم در رفت. گفت برم الان میمیرم. برو جو بریم جا باید برگردیم بریم از این بالا. که همون جای دیگه اینجای سومی بود فکر کنم. این سومی رو زدیم. لعنت بهت لعنت به کپ بزن دیگه مجبوریم اینو بزنیم. بالا بیا راحت باش. ببین فقط بپری بهم. من میدونستم با تو با این حال بازم با اینکه نپریدی من کشتمت دیگه. لعنت بهش. کاش اینو میمدن یکم جلوتر میدیدم اینو میزدم. اون که کمباین شده بود اون نمیزدم. ما باید برگردیم دیاره اینجا بریم چون تو خبری نبود. بریم اینجا بریم چی میشه. برو. آها درسته. اونا رو 4 تا چیز کرد که بعدش بیایم از اینجا کنترلش کنیم. نیست و نابود شد. بله یه سیو دیگه هم میشه و چند تا سیو داره کلن 20 تا باید بشه فکر میکنم. ویلترا که تا 20 تا بود. خب کارلوس باید همین رو فهمیدم اونم اسمش بود. Nice going next up is right این همین اصلا بخونیم سری میره. خب تو باید اصلا صحبتشون باید بفهمی از رو مزی نباید نگاه کنیم. چه لوتی این خالی بود. این ببینیم چی داره چون متناش لود میره فقط از اون هم صحبتش باید بفهمی که چی میگه. متناش همون اولش بخونیم بعد سری میره. خیلی عجیبه. یکم بیشتر کنیم مدت شد دیگه. بفرد که ما هم باشید. خب
برو برو. برو. یا ابوالفضل نمیسیس لعنتی که تفتوش. نه یا فرار کن یا ابوالفضل. لعنت بهش. یا وقت خب سلاتین، ممنون که تو اینجا ویدیو نگاه کردید. امیدوارم که از این پارت خوشتون اومده باشه. اگه میخواین پارت بعدی رو زود براتون آپلود کنم این ویدیو رو حتما لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. فعلا بای بای.